جوانان عزیز سلام. به برنامه هفته دنیای جوانان خوش آمدین. آرزو میکنیم همیتان جور، صحت و عافیت باشین و منتظر برنامه خودتان بوده باشین. باز هم در این برنامه مطالب خیلی ها جالب را آماده ساختیم و خدمت شما در بخش‌های مختلف پیشکش میکنیم. اما پیش از اینکه اولین مطلب برنامه را براتون معرفی بکنیم، چه خوب است که گوشه های کوتاهی از مطالب برنامه را ببینیم که چی در این برنامه انتخاب شده. گوشه های کوتاهی از مطالب برنامه بود و آرزو میکنیم تا آخر برنامه همراه ما باشین و همین مطالب را در برنامه خودتان ببینین. دوستای عزیز، بخش اول پروگرام ما گزارش است. دوستان عزیز، با وجود پیشرفت تکنولوژی و دسترسی جوانان با کامپیوتر و اینترنت، مطالعه در بین جوانان تا اندازه محدود گردیده، ولی مطالعه کتاب‌های با ارزش که تاکنون سایت اینترنتی آن را در خود ندارد، جوانان می توانند با مطالعه کتاب‌ها و مجلات و معلومات افقی خویش بیفزایند و در لابلای کتاب‌ها مطالب خوب و با ارزش را جستجو نمایند. زیرا خواندن و نوشتن بهترین مصروفیت سالم در بین جوانان بوده و کمتر جوانان را در میابیم که به ارزش مطالعه پی نبرند. مطالعه در کل یکی از بهترین راه‌های خوشبختی انسان است و ای که خود مطالعه یکی از ابزار است قوی درک، قوی تفکر و قوی استدلال انسان بیشتر و بیشتر می‌سازد. همین که گفتن هر کی با کتاب آرامش یافت هرگز آرامش خود از دست نمیده، یکی از وجیزه های بسیار معقول است که هر انسان ضرورت داره حداقل در روز 4 تا 5 ساعتی که فارغ از کارهای دیگه و فارغ از معیشت و زندگی خود می باشه به مطالعه بپردازه و مطالعه خودش در هر بخشی که باشه، ای کتابای سیاسی باشه، رمان باشه، کتابای فلسفی باشه، ادبی باشه، هر آن چیزی که باشه یکی از بهترین راه‌های خوشبختی خواهد بود. از تمام جوانای عزیز خود مصروف تحصیل هستند، درس هستند، از اونا تقاضا میکنم تا به کتابخانه یا تماما کتابخانه کابل مراجعه کنند و یعنی مطالعه چیزی که ما را از تاریکی هایی که در پیشرو داریم نجات میده. واقعا ما در رابطه با مطالعه چیزهای زیاد آموختیم، یعنی ما فایده های خوب برداشت کردیم از این و همه روزه میخوایم با استفاده از فرصت ایجابی و مطالعه بکنم. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش سیمای کار. در این بخش ما اوید از دوستای خود را معرفی میکنیم که هم کار میکنن و هم تحصیل میکنن و هم تعدادی از جوانای ما نسبت مشکلات اقتصادی نمیتونن که درس بخونن و حرفه را پیشه میکنن. خب میریم ببینیم که در این بخش برنامه کدام عزیز ما را همکارا آماده عزیز ساختن تا صحبتایشون را به دست نشر بسپاریم.
کار من در حدود تقریبا 17-18 سال شد که کار میکنم. در مسافرت در پشاور پاکستان هم کار کردیم و اونجا ما کار یاد گرفتیم و اونجا پیش استاد محمد و پیش استاد زلمه کار کردیم. اولین کارهای ما خوشون از دوران شاگردی شروع کردیم، از سبت شیرینیخوری شروع کردیم و بعدا به گلپوش و بعدا به سبت‌های خینه و استیج و این چیزایی است که ما کارایش کردیم. اولین کارم خودشون سبت شیرینیخوری بود، از سیم جور کردن، سیم راست کردن، گل جور کردن. گلایی بود که از تکه گل جور میکردیم و بعدا دیگه اساسا رو به بالایی به سبت‌های خینه و استیج عروس و داماد و سبت شیرینیخوری و این چیزایی دیدیم. کلش همین چیزا رو ما خود ما اساسا یاد گرفتیم تا بالاخره که تا به این سرحد رسیدیم. چون مشکل زیاد بود، خب انتخاب معامی بود که همین کار همین شوقم بود که همین کار انتخاب کردم و هم درس میخوندم و هم این کار انتخاب کردم، شروع کردم کار کردم. بسیار زیاد تفاوتی چیز که سابق خود ما گل جور میکردیم، حالم جور میکنیم و حالا خوب از سهولت زیادتر شده که زیادتر گل از بیرون میه و ما همون گلا رو استفاده میکنیم، همین گلا رو استفاده میکنیم چون تقاضای مردم همی است که حال همین گل که مروج است، همین گلا رو ما باید جور کنیم. صنف 12 رو خلاص کردم، بعد از دیگه باز همین کار انتخاب کردم و هم درس بود همین کار بود دیگه، چون وقت نمیشد که درس با پیش ببریم، باز همین کار انتخاب کردم، این کار دیگه رفتم. یک سبت جور کرده بودم، ما فرمایش گرفته بودیم رنگ فیروزه‌ای گفته بودن و ما برشان چون استادم فیروزه‌ای فرمایش گرفته بود از من شده بود، ما او را سرخ سفید برش جور کرده بودم. سرخ سفید جور کرده بودم، دمون بسیار استادمون سرم خور شدم و دوستایمون که آمدن و ما پس از هر دیگه سبت برشان جور کردیم. من نوی که شروع کرده بودم ویسا گلپوش بود، گلپوش میگفتم بکنم، از گل تازه میگفتم بکنم چون یاد نداشتم. استادم که کار میکردم شخم میامد من باید کار کنم. 8 دانه یا 10 دانه شاگرد دارم، کسایی هست که دوکان جور کردن، خودشان حال فعلا نمی کار میکنن. یک وقت بود خودمون کار میکردیم، حالا اونو شاگردایمون دستم یاد گرفتن و کار کردن میرن. ما کتلاک داریم، از روی کتلاک خوش میکنن و کتلاک برشان میمانیم خوش میکنن و ما برشان آماده میکنیم، جور میکنیم. خاطرهایی داشتیم که ما یکی دوستای ما آمدن، همونجا مراجعینی بود که او توان همی استیج یا چیز نداشتن، فامیل عروس سرش چیز کرده بود که همی کار باید شود و ما واقعا که دیدیم که بسیار زیاد راستی بس توان نداشت و ما همون چیزی که امکانات آخری عده امکانی که بود ما همراهشان همکاری کردم و پیسه هم ازشان نگرفتم و کارشان پیش بردم. دوستان عزیز، رسیدیم به معرفی جوان موفق برنامه، قسمی که شما با روال برنامه خودتان آشنا هستین. ما در هر برنامه یک جوان موفق هم در برنامه می داشته باشیم.
ناروان هستم، متعلم صنف 12 الف در مکتب لیسه عالی نسوان چلستون. بزرگترین راز موفقیت که در درس‌های خود موفق بودیم عبارت از توجه استادای محترمم بود که بسیار سرما کوشش می‌کردند و همچنین تشویق فامیلم بود که از جمله مادرجان، پدرجان و همچنین تمام اعضای فامیلم بسیار سرما کوشش می‌کردند و همچنین داشتن یک پلان صحیح که برای هر شاگرد مهم میباشه از جمله بزرگترین رازهای موفقیت میباشه. اولا ضرب ضریبش میکنیم. 3 9 میشه، x 9 x بنمایی از 3 که 1 بره. همیشه میخوایم که مثل که خودم موفق هستم میخوایم که تمام دوستام صنفیم همچنان در کارهای خود موفق باشن و بعضی از سوالایی که میداشته باشن همیشه کوشش میکنم به طریقه صحیحش برشون جواب بدم. تمام موفقیتش در همین است که بسیار خودش سعی و کوشش میکند، تلاش دارد درباره درس‌های خود و همیشه با همسنفیان خود همکار میباشد، بالخصوص با کسایی که در درس‌ها ضعیف میباشد بسیار همکاری میکند. در کارهای خانه با فامیل کمک میکنم، با مادر جانم در کارهای خانه کمک میکنم. پهلوی فکر کارخانه را میکنم، همچنان در مطالعات علاقه‌مند هستم و زیادتر کتاب‌ها را همچنان مطالعه میکنم. بعضی از اشعار میباشه، مثلا کتاب خلیل الله خلیلی از اشعار بیدل زیادتر مطالعه میکنم. ناراجان بسیار دختر دلسوز است و همیشه دخترها با پدر دوست‌تر می باشن. یه خاطره بسیار جالب دارم که روز اول میخواستم مکتب ببرم. در مکتب که بردم بسیار خاطره بود، 6 ساله تقریبا. باور کنید که اشکایم دور خود گفتم میگه پرترک چه قسم دوی معامله که دخترای دیگه بتونه که پیش بره درس خدا. منتها فضل خدا شد که هم درسای خدا پیش برده تانست و هم از هر نگاه دیگه بر ما قابل قبول است. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش جوانان و موسیقی، قسمی که شما هم در هر برنامه نگاه کردین که ما در بخش جوانان موسیقی و ایده از جوانای خود را به شما معرفی میکنیم که تازه به هنر موسیقی رو میارن. من رامین هستم، خوان تخلص میکنم و مدت 5 سال میشه که من موسیقی کار میکنم. پیش استاد سید ابوالفضل اینا همونجا مشق کردیم، یاد گرفتیم. نه خیر، نه ما مکتب موسیقی رو نخوندیم، بلکه اماتور پیش میرم، پیش امو استادی که یاد کردم پیش از امو کار میکنم و فقط شوق دارم. کار اول ما یک آهنگ داشتم، شعر از او از صوفی صاحب اشقری بود. به یادتم بیا که بیمارم، اشک حسرت زیده میبارم،
او را جور کردیم. بعد از او یک 3-4 آهنگ دیگه هم است. ما بسیار شوق داشتم به می شعر شاعری که مهاجر بودیم در پاکستان و همونجا کتابای شاعرها را مثال صوفی اشقری و بعضی کسا بود میخواندیم، مطالعه میکردیم و اما تو شوق پیدا کردیم و از همون شعرها و از همون شاعرها تا آواز بخوانیم و خوش داشتیم که باید ما آوازخوان شویم و آواز بخوانیم، عاشقانه، شوقی. تاجم نمی فریستی که غم بسر مزن، تاجم نمی فریستی که غم بسر مزن، مرهم نمی گذاری زخم دیگر مزن. تمام آهنگای این کس تو عاشقانه است و از شاعرایی است که از گفتم صوفی صاحب اشقری و بعضی کسای دیگه است. ما از هنرمندا فراجان دریار دوست دارم و بعضی کسای دیگه هم هست دوستشان دارم، لیکن فقط رای خودم است و رای کسی را تقلید نمیکنم. خوش دارم که رای خودم باشه. برو که سخت ویرانم، برو که سخت بربادم از آن روزهای سبز عشق، مزن زخمم مده یادم از آن روزهای سبز عشق. اوقاتی که بیکار باشم و امو هوای موسیقی باشه و خوشم نه که زیادتر موسیقی کار. یه ما آهنگ است که تازه جور کردیم، تصویرش هم کردیم. برو ز مرگ من گریان مکنی. برو ز مرگ من گریان مکنی، ز بد مردنم هرمان مکنی. در این بازار آثارم نیابی، در این بازار آثارم نیابی، سراغ من زهر جام کنی. برو ز مرگ من گریان مکن. جگر خونم که رویت را ندیدم، چی میپرسی ز من پرسان مکن. چو باشم بین و قبر و تنگ و تار. ما میخواهیم که مثل دیگرها هم شهرت و مطرح شوم و به جوانان میخوانم و زیادتر غزل خوش دارم، آهنگای عاشقانه بر جوانان میخوانم. خدا کنه که جوانان امی آهنگای ما رو تا فعلا خود صوتی بود، بعد از این جوانان آهنگای ما رو انتخاب کنند، خوش کنند و ما رو تشویق کنند. در این بازار آثارم نیابی، سراغ من زهر جام کنی. ز بد مردنم ارمان مکن. جوانای عزیز، ای بود مطالب ای برنامه که پیشکشتان کردیم. اگر در مورد برنامه خودتان نظر، انتقاد و پیشنهاد دارین، میشه با شماره های تماس که امیل از روی صفحه تلویزیونتان میبینین نظریاتتان، امرای سوالایتان امرای ما شریک بسازن. و همچنان شما میتونین که از طریق صفحه فیسبوک ما هم که بسیار ساده است، دنیای جوانان،
نظریاتون شامل حال برنامه بسازین، همچنان فیسبوک و ایمیل آدرس برنامه. دوستان عزیز، این بود برنامه حاضر که پیشکشتان کردیم. تا برنامه آینده که باز هم انشاءالله در خدمت قرار میگیریم، تک تک شما را به الله پاک و بی نیاز میسپاریم. فراموش نکنین که صفحه دنیای جوانان را لایک بکنین و نظریاتتان برای برنامه ارسال بکنین. خدا نگهدار.